بچه ها اومدم توی این ویدیو بهتون یاد بدم چطوری کلی کوین جمع کنید. خب خیلی از آدما که فیفا پلی میدن تو موبایل مشکلشون اینه که کوین کم دارن و وقتی هم بازی میکنن 390,000 تا بیشتر کوین نمیده. حالا من اومدم یه راه حل عالی بهتون یاد بدم بدون بازی کردن، یعنی باید قبلش حالا بازی کرده باشید که پول داشته باشید. ببینید شما یه کارت تو این بخش، ای خدا چرا تو این بخش میام میزنم مثلا رونالدو. بعد اینکه زدم، حالا اون کارتی که از رونالدو پولشو دارم مثل این خب بچه ها ببینید، بعد اینکه روی رونالدو رو بخرید، شما باید کارت ارتقا دادن داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی تو بخش رنگ آپ بازیکنتون اینجا باید روی این گزینه بزنید. وقتی بزنید روش، بازیکنتون ارتقا پیدا میکنه اوورالش. حالا من مشکلم اینه که چیه؟ من این پول ندارم، من 20 تا دارم، این 60 تا میخواد. حالا شما برای گرفتن اینا باید بیاید این کارو کنید. برای گرفتنش یکی از راهاش میتونید بیاید تو بخش پلی، تو بخش دومی بیاین تو کیک آف. وقتی که بیاید تو کیک آف، تو بخش اولیش اینجا روزانه بهتون یه سری کارت و جایزه میده که شما وقتی اینا رو بگیرید، مثلا الان این بخش من بیام اینجا، به من تو این قسمت وقتی یه دکمه داره که گو ننوشته، مثلا حالا یه دکمه داره که روش میزنید و اینو بهتون میده. وقتی هم همه رو انجام بدید، مثلا یه رونالدو نازاری 103 میده. بعد اینجا نمیدونم یه مش لباس و توپ و اینا میده. اینجا کاملش کنید. بین سون و فندایک و بلینگام مثلا یکی رو انتخاب میکنی که بیاد برات. ممنون ویدیو رو دیدید. و بعد از اینکه کلا این کارو کنید، خلاصه که میتونید پولو بگیرید و کارت رو ارتقا بدید. حالا بعدش که بیاید تو کلاب، این بخش تو بخش دوم بچه ها که کارت های خودتونه، میاید مثلا این بازیکن برای مثال رونالدوه که من اوورالش رو بالا بردم، میام میزنم روی سل اینجا. حالا ببینید اون بازیکن رفت. میام تو بخش یکی مونده به آخریش که سرچ میکنید، اینجا من میزنم روی. حالا در که بیام اینجا میزنم روی این بخش، بعد این بخش و بازیکن رو میفروشه. به همین راحتی میتونید پولدار شید. یعنی شما با یه چیز دیگه از یه چیز کوین در میارید به همین سادگی. حالا کارت های دیگه هم میتونید انجام بدید. ممنون ویدیو دیدید. لایک و سابسکرایب حتما فراموشتون نشه و خدا حافظ، یار و نگهدارتون. بای بای.